تولد مامانمون هر دوتاشون 12 فروردینه. امسال گفتیم بذار وقتی داریم مهمونی عیدو میدیم مامانا رو سورپرایز کنیم خوشحال بشن. غذام تصمیم گرفتم مرغ شکمپر درست کنم، ولی خب نه به اون صورت که معمولا همه درستش میکنن. من اومدم پیازو به صورت خلالی خردش کردم، سی رو اضافه کردم، سبزی معطر و گردو و رب انار. یه خورده داخل مرغ از این مواد ریختم، ولی خب دیگه شکم مرغا رو نبستن. همینجوری یه سیب زمینی گذاشتم داخل همین مواد. اینا خوب وقتی هم که مهمونامون اومدن چای و شیرینی‌ها که خودمون درست کردیم آوردم ازشون پذیرایی کردم. این مرغی که من درست میکنم میذارم قشنگ مرغ داخل اون مواد بپزه و مزه‌دار بشه. بعد ترکیب کره و زعفرون روش میزنم و میذارم داخل فرن قشنگ روش گریل بشه. در کنارش هم بادمجون و گوجه سرخ کردم و سالاد کلم درست کردم که میدونستم همه خیلی دوست دارن، با زرش پلو و مخلفات دیگه. اینم از مرغای خوشمزه‌مون. چه سیسی گرفتی انگار میگه تو بود. خلاصه خیلی مدل مرغ خوشمزه میشه، چون هم یه مدل مرغ بریون داری هم از اون سس خوشمزه کنارش سرو میکنی. امیدوارم ولاگم دوست داشته باشید.